أينما كنا أينما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید به برنامه رمضانی. که حدیث ما امروز درباره نیت ماه رمضان صحبت میکنیم. از حفصه همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت است. از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت میکنند، میگویند که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له. هر کسی که نیت ماه رمضان را پیش از صبح دمیدن نیت نکرد، او روزه نمی باشد. مثلا انما الاعمال بالنیات، هر یک عمل ها با نیت ها وابسته می باشد. یک شخص مثلا پیش از آمدن ماه رمضان نمیدوند که رمضان آمده است یا نه آمده است. او هنگام صبح بیدار شد که خبر دادند که امروز رمضان آغاز شد. او هنوز نمیدوند که نیتم نکرده است که پگاه روزه میدارم. این روزه فرضی است. باید نیت در قلب وجود داشت پیش از صبح دمیدن ماه رمضان. سپس به او گفته شد که امروز رمضان است. او اگر خسته روزه گرفت، چون که دیروز نیت نکرده بود، دیروز نیتی روزه نکرده بود، او بعد صبح دمیدن یک باره روزه داشتنش، روزهش اگرچه روزه داره، یعنی او روزه نداشته است. ببینید روزه داشتن نیت چگونه در فرمان دین چیزی بزرگ می باشد. مثلا یک شخص ماه رمضان آمد، میبیند که مردم روزه دار است، او میخیزد و میگوید که مردم روزه داشت، من نیز روزه میدارم، تو که شرم نکنم. نیت باید نیتی ماه رمضان عزم نیتی صمیمی باشد که پگاه روزه میگیرم. گفته پیش از صبح باید روزه بگیره. پیامبر میگن که من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له. کسی که نیتش را پیش از صبح دمیدن اگر جمع نکند با همراهی روزه، پس او روزه نیست. اما روزه های نفلی، پیامبر صلی الله علیه و سلم می تواند که به روزه های نفلی هنگام صبح که دمید، هنگامی که از خواب بیدار شد، چخیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به نزد عایشه می آمدند، می گفتند که یگان چیزی خوردنی هست. عایشه همسرای پیامبر می گفتند که امروز چیزی نداریم. پیامبر می گفتند که من روزه دار هستم. این به روزه نفل داخل دارد. اما روزه هایی که مثلا روزه عاشورا و روزه عرفات، که اینها که کسی که از مثلا پیش از این روزه نفل می باشد، روزه های عاشورا نیست، هنگامی ماهی در شب که اگر نیت نکرد، او می تواند روزانه نیت بکند. اما در ماه رمضان که روزه فرض است، باید نیت در دل شبانه داشته باشد تا که فردا روزه میگیرم گفته در نیت داشته باشد. این به روزه رمضان نمی شود که هم تو بیدار شدیم که روزه هست روزه بگیریم. نه، اینطور نیست. باید شبانه نیت کرد که من فردا روزه میدارم. بعضی روی میدهد که شخصی میخواهد که سفر بکند، میگوید که من روزه نمیگیرم، الکی نیتش رو قطع میکند. وقتی که به سفر میبرد، یگان اتوبوس نشد یا ماشین نشد، برمیگردد خواب میکند در حالی که نیتش رو قطع کرده است.
صبح بیدار می شود که دیروز سفر کردن نیت کرده بود که نیتش رو قطع کرد که من روزه نمیگیرم، اما شبانه نیت نکرده بود. این حدیث بر او دلالت میکند من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له. من لم یجمع، نیتش رو جمع نکرد با روزه رمضانیش. بنابراین وقتی که سفر میبرید، الله که شما میگید که من روزم رو میخورم، وقتی که سفر نبر آمدید باز نیت رو نو کرد. کسی میتواند که وقتی ماه رمضان آغاز شد بگوید که من تمامی ماه روزه میدارم، این روز نیتش کفایه میباشد. گاهی انسان با کارهای مختلف، سفر و بیماری نیتش قطع می شود. در این وقت باید نیتش را به نیتش آگاه باشد، شبانه نیت کرده ماند. این بود هدیه ماه رمضانی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.